میدونی چیه؟ اولی که داری پیشرفت میکنی، داری موفق میشی، هیچ کس نمیاد کمکت کنه. هیچ کس نمیگه داره شروع میکنه برم مثلا چیزی نیاز داره. بس انتظار داشتنی نیست، بس اینه که میبینی تو میذاری همیشه از خودت، تو همیشه خودتو نشون میدی، هر موقع بخوان هستی. بعد تو شرایط سخت میفتی، هیچ کدومشون نیستن، حتی کوچکترین کار. حتی بعد میبینی که نباید با بعضی واقعا رو باشی. زیاد رو بودن انگار آدم ها رو وقیح میکنه، آدم ها رو پر انتظار میکنه، انگار صاحبتونن یا حالا هر چیزی. خیلی بده.